دنیای بعد از اسکندر مقدونی دنیای پر از تغییری بود. امپراتوری بزرگ اون از هم پاشیده بود. سردارهای بزرگ برای خودشون پادشاهی‌های درست کرده بودند. یکی از این پادشاهی‌ها مال سلوکیان بود. اونها بر بخش بزرگی از ایران و بین النهرین حکومت می‌کردند. اما قدرتشون همیشه هم محکم نبود. از دشت‌های آسیای مرکزی قوم‌های جدیدی داشتن حرکت می‌کردند. بین اونها پارنی‌ها بودند، یک قبیله کوچ‌نشین. اونها سوارکارها و تیراندازهای ماهری بودند. این جنگجوها خیلی زود اسمشون رو در تاریخ ثبت کردند. پارنی‌ها رئیسی داشتند به اسم ارشک. حدودای اواسط قرن سوم قبل از میلاد اون قومش رو به سمت پارت برد. اینجا یه استان شمالی امپراتوری سلوکیان بود. آرشک حکومت سلوکیان رو به چالش کشید. اون موفق شد یه سرزمین مستقل برای خودش درست کنه. این تازه اول داستان پادشاهی اشکانیان بود. مهرداد اول از خانواده شاهی اشکانیان بود. اون پسر شاه فریاپت بود. فریاپت حدود 15 سال بر پارت حکومت کرده بود. اون استقلال پارت رو در برابر همسایه‌های قدرتمندش حفظ کرده بود. مهرداد یه برادر بزرگتر داشت به اسم فرهاد اول. طبق رسم فرهاد اول تاج و تخت رو از پدرشون به ارث برد. فرهاد اول چند سالی حکومت کرد. اون سرزمین پارت رو گسترش داد، مخصوصاً با شکست دادن قوم ماردها. اما فرهاد اول یه تصمیم خیلی عجیب گرفت. وقتی حکومتش داشت به آخر می رسید، برادرش مهرداد رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد. این کار خیلی مرسوم نبود. تاریخ‌دانها فکر میکنن فرهاد اول فهمیده بود که مهرداد توانایی‌های فوق‌العاده‌ای داره. حدود سال 600 قبل از میلاد، مهرداد اول بر تخت پادشاهی پارت نشست. اون آماده بود تا پادشاهی خودش رو حسابی تغییر بده. وقتی مهرداد اول شاه شد، پارت یک قدرت منطقه‌ای بود. مرکزش شمال شرقی ایران بود. پادشاه‌های قبل از اون استقلالش رو از امپراتوری سلوکیان گرفته بودند. اونها یه نیروی نظامی قوی ساخته بودند. اوضاع داخلی پادشاهی تقریباً با ثبات بود. این ثبات یه امتیاز خیلی مهم بود. یعنی مهرداد مجبور نبود سالهای اول حکومتش رو صرف جنگیدن برای کنترل اوضاع داخلی بکنه. اون میتونست به فکر بیرون از مرزها باشه. اوضاع بین المللی هم برای یه پادشاه جاه طلب مناسب بود. امپراتوری سلوکیان، رقیب اصلی پارت در غرب، رو به زوال بود. اونها درگیر اختلافات داخلی و جنگ‌های خانوادگی بر سر قدرت بودند. این ضعف یه فرصت طلایی برای پارت بود. مهرداد اونقدر باهوش بود که این رو بفهمه. اون میدونست که وقت برای یه حرکت جسورانه مناسبه. مهرداد اول همون رهبر بود. یکی از اولین هدفهای نظامی مهم مهرداد اول، پادشاهی یونانی باختر بود. این سرزمین ثروتمند در شرق پارت قرار داشت. اونجا مرکز فرهنگ یونانی در آسیا بود. همچنین فوق‌العاده ثروتمند بود. باختر بخش‌های کلیدی از جاده ابریشم نوظهور رو کنترل می‌کرد. شهرهای اونجا مراکز پررونق تجارت بودند. زمین‌هاش حاصلخیز بود. فتح باختر منابع عظیمی رو برای دولت پارت به همراه می‌آورد. پادشاه یونانی باختر در اون زمان احتمالاً اوکراتید اول بود. مهرداد فرصت رو مناسب دید. اون لشکرکشی‌هاش رو به سمت شرق شروع کرد. ارتش پارت با سوار نظام ماهرش خیلی مؤثر عمل کرد. اونها تا عمق خاک باختر پیشروی کردند. مهرداد اول پیروز شد. اون بخش‌های مهمی از پادشاهی یونانی باختر رو به خاک خودش اضافه کرد. مهرداد اول بعد از موفقیت‌هاش در شرق توجهش رو به سمت غرب چرخوند. هدف اون ماد بود. ماد سرزمینی کهن و با اعتبار بود. در غرب ایران قرار داشت. زمانی قلب امپراتوری ماد بود. بعدها یکی از استانهای حیاتی امپراتوری‌های هخامنشی و سلوکی بود. شهر اصلی اون هگمتانه، همدان امروزی بود. هگمتانه پایتخت تاریخی پادشاهان بود. کنترل ماد برای تسلط بر فلات ایران ضروری بود.
امپراتوری سلوکیان هنوز اسمنماد رو کنترل میکرد، اما قدرتشون ضعیف شده بود. مهرداد اول از این ضعف استفاده کرد. حدود سال 18 یا 18 قبل از میلاد، نیروهای پارتی وارد ماد شدند. به نظر میرسه لشکرکشی سریع و موفقیت آمیز بوده. هگمتانه به دست پارتیا افتاد. این یه ضربه بزرگ به سلوکیان بود. این اتفاق نشون دهنده ظهور پارت به عنوان قدرت برتر در ایران بود. مهرداد اول بعد از فتح ماد چشم به غنیمت بزرگتری دوخت. اونجا بین النهرین بود، سرزمین بین رودهای دجله و فرات. بین النهرین یکی از گهواره‌های تمدن بود. شهرهای باستانی و ثروت کشاورزی عظیمی داشت. مهمترین شهر اون سلوکیه بر دجله بود. نزدیک اون شهر قدیمی‌تر بابل قرار داشت. کنترل بین النهرین یعنی کنترل منابع و اعتبار بسیار زیاد. در سال 300 قبل از میلاد، مهرداد اول حملهش رو به بابل شروع کرد. پادشاه سلوکی دیمیتریوس دوم نیکاتور درگیر مشکلات دیگه‌ای بود. ارتش پارت وارد بین النهرین شد. اونها موفقیت‌هایی به دست آوردند. شهر بزرگ سلوکیه بر دجله به دست پارتی‌ها افتاد. کمی بعد خود بابل هم حکومت پارتی‌ها رو به رسمیت شناخت. این یه پیروزی فوق‌العاده بزرگ بود. این اتفاق پایه‌های قدرت سلوکیان رو لرزاند. مهرداد اول با فتوحات گسترده‌اش بر یک امپراتوری بزرگ و متنوع حکومت می‌کرد. قلمرو اون از باختر در شرق تا بین النهرین در غرب کشیده شده بود. این سرزمین‌ها خونه اقوام مختلفی بود. ایرانی‌ها، یونانی‌ها، بابلی‌ها و اقوام دیگری اونجا زندگی می‌کردند. هر گروه آداب و رسوم، زبان و سنت‌های خودش رو داشت. حکومت بر چنین امپراتوری مهارت و سیاست مداری می‌خواست. مهرداد اول ثابت کرد که چیزی بیشتر از یه فرمانده نظامیه. اون یه مدیر توانا هم بود. مهرداد اول برای نشون دادن جایگاه جدیدش، یه لقب قدیمی و معتبر رو برای خودش انتخاب کرد. اون خودش رو شاهنشاه نامید، یعنی شاه شاهان. این لقب رو پادشاهان ایرانی قبلی مثل خامنشیان استفاده کرده بودند. مهرداد با استفاده از این لقب خودش رو به اون گذشته باشکوه وصل می‌کرد. اون همچنین برتری خودش رو نسبت به بقیه فرمانرواها نشون میداد. اون دیگه فقط پادشاه پارتی‌ها نبود. اون فرمانروای مطلق یه امپراتوری وسیع و چند قومیتی بود. مهرداد اول فقط یه فاتح نبود. اون یه سازنده هم بود. اون اهمیت زیرساخت‌ها و مدیریت رو میفهمید. اون شهرهای جدیدی تأسیس کرد و شهرهای موجود رو توسعه داد. یکی از مهمترین اونها مهرداد کرت بود، یعنی قلعه مهرداد یا شادی مهرداد. این شهر احتمالاً در نسا، یکی از پایتخت‌های اولیه اشکانیان در ترکمنستان امروزی قرار داشت. نسا به یک مرکز مهم سلطنتی تبدیل شد. کاخها، معابد و خزانه‌هایی در اونجا ساخته شد. کارهای باستانشناسی در اونجا اطلاعات زیادی درباره هنر و معماری اولیه اشکانیان به ما داده. گسترش امپراتوری ثروت زیادی به همراه آورد. این ثروت برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی استفاده می‌شد. همچنین برای حمایت از ارتش و دستگاه اداری به کار می‌رفت. مهرداد اول در ضرب سکه اشکانیان اصلاحاتی انجام داد. سکه‌های اون از نقره و برنج ضرب می‌شد. این سکه‌ها در زرابخانه‌های مختلف در سراسر امپراتوری تولید می‌شدند. مهرداد اول حدود سال 800 قبل از میلاد از دنیا رفت. اون یه دولت اشکانی متحول شده از خودش به جا گذاشت. اون یه پادشاهی منطقه‌ای رو به ارث برده بود و یه امپراتوری وسیع رو به جا گذاشت. دوران حکومت اون تقریباً همیشه با جنگ و گسترش همراه بود. اون با دشمنان قدرتمندی جنگیده و پیروز شده بود. اون مرزهای پارت رو تا دور دستهای شرق و غرب گسترش داده بود. اون کنترل سرزمین‌های باستانی و شهرهای ثروتمند رو به دست گرفته بود. دستاوردهای اون فوق‌العاده بزرگ بودند. اون به درستی یکی از بزرگترین فرمانروایان تاریخ اشکانیان به حساب میاد.
تأثیر اون بر امپراتوری اشکانی عمیق و پایدار بود. اغلب از اون به عنوان بنیانگذار واقعی قدرت شاهنشاهی اشکانیان یاد میکنن. با اینکه ارشکک اول پادشاهی رو تأسیس کرده بود، این مهرداد اول بود که اون رو به مقام امپراتوری رسوند. امپراتوری که مهرداد اول ساخت، نزدیک به 4 قرن دوام آورد. اون بدون شک مهرداد بزرگ بود.